دوستای عزیز، یک آردر داشتیم در کوته سنگی. آردر ما را تسلیم کردیم. حالا آردر دیگه داریم میریم بخیر طرف دارلمان. دمی مسیری که میریم طرف دارلمان، مسیر کوته سنگی الی دارلمان برتان نشان میتونم. هم سر پل هوایی کوته سنگی است دوستای عزیز. پل هوایی کوته سنگی است که میریم طرف دارلمان. اینا بخیر نزدیک میشیم کم کم به پل ساخته. به پل ساخته نزدیک میشیم و رابندی هم زیاد است. یک خوبی داره موتورسیکل که زیاد در رابندی بند نمیمانیم. این از راه خوردم میتونیم تیر شویم. این دوستای عزیز، و این هم نمایه از پل ساخته است. و این لایتکایی که در بالا میبینین از طرف شو بسیار مقبول میشه. لایتکا چهارراه پل ساخته است. یک مشکلی که من همیشه در این چهارراهی میبینم همی است که مسیر رفت آمد موتورها در اینجا بخی گم شده. هیچ معلوم نیست کدام موتور کدام بایسکل از کدام طرف میاد. همیشه این چهارراهی همی تو سردرگمک است از وقتی که نو جور شده. و این هم سرک پل ساخته الی دارلمان است. بسیار سرک خوب است. خوب سرک جور شده. دوستای عزیز، فروشگاه ما که از تمام جنس ها را میفروشه و خصوصا سیت های تحفه‌ای که دوستای عزیز ضرورت داشته باشه، تحفه ضرورت داشته باشه، بیاین از فروشگاه ما آردر بتن. انشالله به اسرع وقت برشان میرسانیم و همچنان که تحفه خود میبریم به مشتریای خود میرسانیم. مسیر راه را تمام مسیر راه را رکورد میکنیم و دوستای عزیز خود نشان میدیم. همراه ما باشین. آردرهای ما از تمام نقاط کابل است. هر طرف کابل که شما خواسته باشین ویدیو گرفته براتون نشان میدیم و شما هم چی داخل کشور باشین چی بیرون از کشور باشین میتونین که دلتان پشت وطن دق شد باز ویدیوهای ما را ببینین. اگر خواهان همین تو ویدیوها هستین، ما از نقطه کابل، از هر نقطه کابل ویدیو میگیریم براتون اپلود میکنیم. فقط کافی شما چنل یوتیوب ما را سابسکرایب بکنین و این ویدیوها را به خیال راحت سایل بکنین. اینا بخیر نزدیک میشیم کم کم به دارلمان. وقتی به دارلمان رسیدیم مسیر بعدی ما طرف شهرک امید سبز است که شهرک اجنبیان برشان میگن. در طرف شهرک اجنبی از دارلمان وقتی دور میخورید طرف شهرک اجنبی بسیار سرک های خوب نو جور شدن
دوستای عزیز اگر میخواین که سرکای طرف شرک اجنبی رو ببینین، حال رسیدیم به دانلمان داوت کنید طرف شرک اجنبی و این سرکای نوی که جور شده و مسیر شرک اجنبی را اگر میخواین در ویدیوی بعدی